اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. به حمدالله رسیدیم به بخش دوم فصل دوم افراد مشاغل. این جلسه چهارممونه، فصل دوم افراد مشاغل، و امروز جلسه دوم افراد مشاغل. من یه مرور کوتاهی میکنم نسبت به موضوعاتی که تا اینجای کار با هم داشتیم. یه سری اطلاعات در مورد خود عربی فصیح، عربی رسمی و عربی لهجه عراقی اطلاعاتی کسب کردیم. بحث چیزای خیلی مهمش من میگم، حرف صدای قاف یا حرف قاف خیلی وقتا که تلفظ میشه و حرف کاف خیلی وقتا چه تلفظ میشه. البته همیشگی نیست. ما تا اینجای کار ضمایری رو کار کردیم. اگه یادتون باشه ضمیری که مربوط به من میشد چی بود؟ انه فصیح میشد چی اینجا؟ آنه یا آنی. بله. و انت شد چی؟ انت برای آقا و انتی برای خانوم. ضمیرای جلسه پیش ضمیر هو شد چی؟ هو برای اوی مرد، هو فقط به صورت مشدده، و خانوم هیه. هیه که گفتیم بعضی وقتا اینا به این صورته هو با یه هی آخر اضافه یا هیه نوشته میشه. و همچنین ما توی جلسات گذشته اعداد کار کردیم. اگر یادتون باشه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد 10 تا یارو کار کردیم. 10 بعد 20 30 20 30 40 50 60 70 80 90 و 100. خب اینا رو کار کردیم و من این سری کد برای عدد بهتون گفتم خب 0 که مثل همون 0 خودمونه، 1 خدای احد و واحد، 2 بحث مثنا که تو عربی میگیم مثنا، 3 از ثلث گرفته شده 1/3، 4 از ربع 1/4، 5 از خمس گرفته شده، 6 گفتیم 6 سین 3 تا دندونه داره، تشدیدم 3 تا دندونه میشه 6 تا. 6 7 خود 7 عدد 7 رو وقتی می‌نویسی عینش اون وسط یه دونه 7 داره. 8 امام رضا علیه السلام که میگه ثامن الحجج، و 9 میگیم 9 المعصومین من ولد الحسین. خب اینا رو کار کردیم، یاد گرفتیم که 30 40 20 30 40 50 همشون آخرش این میاد، 20 30. این و یه چیز دیگه که یاد گرفتیم منفی کردن را. مثلا من میخوام میگم من معلمم، خب آنی مدرس، آنی مدرس، آنی مدرس. اگه حالا میخوام آنی مدرس، حالا نیستم، من مهندس نیستم. خب وقتی که معلم باشم پس مهندس نیستم. آنی مو مهندس. مو رو یاد گرفتیم که همون مای فصیح بود، مو. و سلام پرسی یاد گرفتیم، سلام علیکم و علیکم السلام، یا هلا مرحبا مراحب. ببین مرحبا جوابش مرحب یا مرحبتین. مرحبا. من سعی می‌کنم تو هر جلسه یه چیزی اضافه کنم تا نسبت به جلسه گذشته دایره واژگان شما و دایره عباراتتون بالاتر بره. همچنین احوال پرسی یاد گرفتیم، شلانک، که گفتیم خود کلمه شلان یعنی چطوری. شلانک یعنی تو چطوری. برای خانوم میشه شلانچ. و یه سری اصول نگارشی رو کار کردیم با هم. بعد از اون پرسیدن شغل رو یاد گرفتیم، شنو شغلک، و اگه خانوم بود شنو شغلچ. اینو کار کردیم. برای جوابش میتونستی بگی آنی مهندس یا آنی اشتغل مهندس. آنی اشتغل مهندس.
و برای سوال باز شغل میتونستیم بگیم شنو تشتاقه، برای آقا برای خانم شنو تشتاقلین. و بحث اینکه ما اهل کجاییم، انت من وین، انت من وین، تو مال کجایی آقا؟ اگه خانم بود انتی من وین. شکلهای مختلف. یا شنو جنسیتک، برای خانم شنو جنسیتک. گفتیم جنسیه همون کلمه ملیت جنسیه. اینا رو کار کردیم و حالا تا اینجا کار میتونیم خودمون رو معرفی کنیم. شماره تلفن رو یاد گرفتیم، رقمی فلان، شنو رقمک برای سوال، شنو رقمک، یا رقمک شنو برای خانم، شنو رقمک. و موارد اینا رو یاد گرفتیم. بعد تو جلسه قبل ما یه مجموعه از مشاغل یاد گرفتیم، مثل اگه تو باشه مهندس، مدرس، طباخ یا معلم، طالب، که برای خانم ها یه تی گرد اون آخر اضافه میشد. مثلا من اگه معلم باشم برای خانم شه معلمه، مهندس، مهندسه. اینا رو کار کردیم. بعد توی لهجه عراقی 2 تا نکته جدیدم پیدا کردیم، این که خیلی وقتاش مشاغل با کلمه ابو مثلا مثال میزنیم ابوالقماش، قماش یعنی پارچه، ابوالقماش یعنی پارچه فروش، که گفتیم معادل همون پارچه ایه که تو فارسی میگیم. اگه خانم باشه از کلمه استفاده، القماش. حالا یه خانومی که پارچه فروشه میشه القماش. و یک واژه دیگه یاد گرفتیم که چی بود، همون که گفتیم از زبان ترکی اومده وارد لهجه عراقی شده. مثلا مثل چی؟ مثل کبابچی، کبابچی، اون کبابی، کسی که کباب میپزه که کبابچی. یا مثلا قندرچی، قندرچی با کلا این کلمه ترکیه اصلا. قندر یعنی کفش، قندرچی یعنی قندرچی کسی که تعمیرات کفش انجام میده. اینو صحبت کردیم. و مثلا یک واژه‌ای که به کارمون ابوالمحل، محل تو زبان عربی به معنای فروشگاهه. ابوالمحل یعنی فروشنده، کسی که حالا فروشنده لباسه یا فروشنده مثلا لوازم خانگی، هر چیز دیگه. محل. حالا به مناسبت من این نکته خدمتتون عرض کنم، کلمه محل، ببینید ما تو فارسی کلمه محل را داریم، حالا از عربی هم اومده اتفاقا توی فارسی، ولی عرب ها اون محل، ما میگیم مثلا محل کار، محل رو تو فارسی به معنای جا یا مکان میگیم، ولی عرب ها این کلمه رو به عنوان مکان استفاده نمیکنن، یعنی معنای فروشگاه میده. حالا این یعنی چی؟ ما یه سری کلمات که استفاده میکنیم توی فارسی و فارسی که مشترک بین فارسی و عربیه به مواظب باشیم. یعنی بعضی وقتا اشتباه استفاده کردن یک کلمه میتونه کل سیستم رو بریزه به هم. مثلا ببینید ما کلمه داریم کلیه. خب حالا اینجا تلفظ عوض شده، کلیه توی زبان عربی معنای دانشکده است، ولی اگه خواسته کلیه بدنه تا بگی میگه کلیه، تلفظ عوض شد. خب یا مثلا کلمه مطب، همون مطب دکتر که میگیم مطب، این کلمه عربیه تو فارسی هم استفاده میشه، ولی مطب یعنی معنای دست اندازه روی خیابونه. باید مواظبت بکنیم. حالا اونش که من به مناسبت هرچی باشه خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا به فراخور بحثمون و ظرفیتی که این جلسه داریم. حالا از اینجا ما میخوایم وارد مبحث جدیدی بشیم. مبحثمون رو با یک مکالمه شروع میکنیم. حالا علت داره که تو این جلسه چرا ما با مکالمه شروع کردیم. ببینید زبان موضوعی یاد گرفتنی نیست، موضوعی کشف کردنیه، چون که زبان علم نیست، زبان مهارته. یعنی چی؟ ببینید ما زبان مادریمون رو کسی برامون خیلی توضیح نداده این فعل فاعل معنی این کلمه میشه، نه. درسته ما معنی بعضی از کلمات رو از پدر مادرمون پرسیدیم، ولی اکثرش رو خودمون فهمیدیم یعنی چی، حتی معنی عبارت ها رو خودمون فهمیدیم. حالا این جلسه مکالمه اون شکلیه که یک کمی
اگه دقت بکنیم میتونیم معانی کلمات و مفهوم عبارات رو کشف کنیم. خب در نظر داشته باشین 2 نفرن، حالا یه عراقی یا ایرانی توی مسیر اربعین دارن با هم دیگه گفتگو میکنن. خب حالا رسیدن سلام علیک کردن، سلام علیکم و علیکم السلام، شلونك زين وانت شلونك؟ انا زين. انت من وين؟ انا من ايران. وانت من وين؟ من العراق. يا محافظه مثلا طهران. خب اینا رو گفتن به هم. بعد شماره تلفن شاید گرفتن، شنو رقمك؟ رقمي 0913385953. بعد کد پرسید ازش، شنو مفتاح ایران؟ کد ایران پرسیده 0098. اینا رو گفته. بعد اومده جلو که شنو تشتغل؟ مثلا آنی طالب جامعی. طالب جامعی یعنی طالب جامعی به معنای خود کلمه طالب به معنای دانش آموز بود. اگر تو باشه طالب خانم بود، پسر طالب. حالا طالب جامعی، جامعه کلمه خائن، جامعه یعنی دانشگاه. تو فارسی ما میگیم جامعه ایرانی، توی عربی جامعه یعنی دانشگاه. حالا طالب جامعی یعنی دانش آموز دانشگاهی، یعنی جو دانشجو. طالب جامعی. اگرم خانم باشه میگه چی؟ چه طالب جامعیه. مثلا آنی طالب جامعی طالب جامعی. خب پرسیده مثلا شنو تشتغل؟ آنی طالب جامعی. و انت شنو شغلك؟ مثلا گفته آنی ابو المحل، من فروشندم. خب رفتن شغلا رو پرسیدن. حالا سوالای شاید ریزتری بپرسن که با هم دیگه آشنا بشن. اول آقای ایرانی میپرسه متزوج لو مو متزوج؟ متزوج لو مو متزوج. که همون راستی معنی میده. متزوج لو مو متزوج. متزوج گفته از کلمه ریشه زوجه همون زوج ازدواج. ببینید اینجا اینو من خواستم بگم، ما توی زبان عربی کلمات به خاطر اشتراکات واژگانی اگه کلمات رو بو بکشیم، مثلا متزوج بوی چه کلمه میده؟ بوی زوج، ازدواج. با این میتونیم معنا رو حدوداً حدس بزنیم. خب اینجا گفتگوی 2 نفر دوستان است، اسم پرسیده، کشور پرسیده، شهر پرسیده. خب حالا میپرسه آقا متأهلی یا مجرد؟ متزوج لا مو متزوج. مو رو یاد گرفتیم. مو متزوج یعنی نه، غیر متأهل. متأهلی یا غیر متأهل یعنی متأهلی مجرد. متزوج لا مو متزوج. بعد جواب داده چی؟ آقای عراقی گفته متزوج. آره متزوج. ببینید توی بعضی از لهجه ها، مثلا توی عربستان سعودی نمیگن میگن ایوه. همین شده اونجا ایوه. توی مصر هم همینو میگن ایوه. همون آره است. نعم فصیحه یعنی بله. آره. متزوج. و انت تو چطور؟ متزوج ازدواج کردی؟ میگه چی؟ لا آنی مو متزوج. بعد دوباره این پسر ایرانی سوال پرسیده، عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ اولاد تو فارسی هم داریم میگه اولاد ذکور. عندك اولاد؟ جالبه. خب یعنی چی؟ فهمید که آقا خب ازدواج کرده. آره متأهله. عندك اولاد؟ عندك اینجا باید چه معنی بده تو این گفتگو؟ آقا ازدواج کردی یا نه؟ آره. شما چطور؟ نه ازدواج نکردم. حالا اولاد بچه، یعنی عندك یعنی بچه داری؟ عندك اولاد؟ این عندك همون اندکه. توی فصیح میگیم عندك اولاد. تو هم یعنی شده عندك اولاد. بعد میگه چی؟ عندي اثنين ولد و بنیه. خب حالا اینجا ما رنگا رو گذاشتیم ولد و بنیه.
راحت میتونیم بدون اینکه کسی به ما بگه از این موقعیت میفهمی که ولد یعنی چی؟ پسر. ابنیه آخرش هم تی گرده رو داره، این دختر. ولد یا ابن هست که میگیم علی ابن ابی طالب، ابن. حالا تو فصلی میشه ابن، اینجا توی عراق شده ابنیه. خب یه بار دیگه مرور کنیم با هم. ها متزوج لا متزوج، سعی کنید با من تکرار کنید. ها متزوج لا مو متزوج. ايه متزوج. وانت متزوج؟ لا انا مو متزوج. عندك اولاد؟ ايه عندي 2 ولد وبنيه. خب حالا اینجا عدک، کلمه عدک که گفتیم اندک بوده و عدی همون اندی بوده، اندی. خب اندی شده عدی، درست شد؟ عدی. به چه دردی میخوره؟ یه عبارت خیلی خوب. آقا چی دارم؟ چی داری؟ چی دارم. مثلا میخوای بگی که آقا من کتاب دارم. خب کتاب عربیه دیگه، عدی کتاب. تو کتاب داری، عدک کتاب. حالا من کتاب ندارم، چیکار کنیم؟ یه مو میذاریم اولش، مو عدی کتاب. آقا دلار، کلمه یه مشترکه دیگه. آقا من دلار ندارم، مو عدی دلار. یا مثلا دلار نداری؟ مو عدک دلار، مو عدک دلار، مو عدک دلار. اینو برای چی گفتم این شکلی؟ ببینین شما منتظر نمونین که همه چیزا خوبی یکی بیا توضیح براتون بده. اگه یه چیزی یاد گرفتی برو ازش استفاده کن. حتی موقع اشتباه داری استفاده میکنی، یعنی شما یک استنتاج ذهنی داشتی، یه جمع‌بندی کردی، یه جمله گفتی، طوری نیست استفاده کن. اگه بازخورد گرفتی که مثلا طرف متوجه نشد یا میاد تصحیحت کرد، خب شما خودتو تصحیح میکنی. دقیقاً همون شکلی که بچه‌ها زبان رو یاد میگیرن. خب اینو گرفتیم تا اینجا. بریم یه سری عبارت دیگه هم با هم کار کنیم. عبارت چیه؟ عندك اولاد؟ اولاد میتونیم بگیم اطفال. عندك اطفال؟ بنات از بنت میاد دیگه. عندك بنات؟ دختر داری؟ آنی مو متزوج، میتونه بگه آنی مو متزوج بعدنی. چرا بعدنی؟ این پسر جوونه. این بعدنی یعنی چی؟ خب آقا من مو متزوج یعنی من غیر متأهلم، یعنی من مجردم. بعدنی یعنی هنوز. آنی مو متزوج بعدنی. ای میتونی بگی ای نعم برای تأکید، یا نعم هم بگی درسته. درست شد؟ این مکالمه اینجا. حالا بریم سراغ خانم ها. ولی من قبل از اینکه مکالمه بخش خانم ها رو باز کنم، از شما میخوام یه مقدار به این مکالمه دقت کنی و با چیزایی که یاد گرفتی میتونی تبدیلش کنی. متزوج مهندس، اگه زن بود چی میشه؟ انت چی میشه؟ ادک اسمک شلونک، این چی میشه؟ خب حواستون هست به اینا؟ حالا بریم ببینیم چی شد. حالا این 2 خانم دارم با هم صحبت کنه. اینا چی میگن؟ خانم پرسید چی؟ متزوجه لا مو متزوجه. همون تای گرده که گفتی. متزوجه لا مو متزوجه. متزوج مهندسه، مرحومه. متزوجه لا مو متزوجه. خب تا اینجا هیچ. ای متزوجه. خب اینش هم که بلدی؟ آره متأهلن. اینجا ببینین متزوج ما باید معناشو توی سیاق جمله و تو اون بافت مکالممون به دست بریم. اینجا یعنی آقا شوهر داری، شوهر کردی، اینا معنی میده. متأهلی، شوهر داری، شوهر کردی، همش یعنی متزوجه. به خانم داری میگی. حالا به آقا بگی متزوج یعنی ازدواج کردی، متأهلی، زن داری، همه اینا
یه معنایی میده. این متزوجه. بعد گفته که چند طفل عندك؟ عندك که خب اون عندك بود، عندك اولاد، عندي اولاد. خب این عندك برای خانم شد عندك، شسمك شسمك، شلونك شلونك، عندك. حالا چند طفل عندك؟ خب گفتیم که چه توی لهجه عراقی استفاده میشه، کاف عمدتاً چه میشه، پس اصلش بوده کم. کم توی عربی فصیح هست دیگه، یعنی چه میزان، چه تعداد، همون کمیت. کم. چند طفل عندك؟ چند طفل عندك؟ حالا به خانم میگیم چند طفل عندك، به آقا چند طفل عندك. یعنی طفل همون طفله. یادتون از گفتم مثلا حرکات عوض میشه. مثلا کلمه کتاب توی عراقی کش ساکن میشه، کتاب. کتاب. بیت اگه یادتون باشه شد چی؟ بیت. حرکات عوض میشه. حالا اینجا بوده طفل، طفل شد طفل. عمدتاً کلمات اسمایی که 3 حرفی هن و حرف دومشون ساکنه، درست شد؟ حرکتش کسره میشه، طفل میشه طفل. مثلا ملح به معنی نمکه دیگه، ملح. عراقی میگن چی؟ ملح. یا کلب، اول کره چش میکنن، چلب میگه چلب، سگ. درست شد؟ این شکلی. خب بعد گفته چند طفل عندك؟ چند تا بچه داری؟ بس واحد. وانتي؟ وانتي. وانتي. وانتي چی؟ اشکت جهالج. خب دقیقا این تکنیک که گفتم اینجا به کارتون میاد. بس واحد. بس واحد یعنی چی؟ یعنی بیش از یکی؟ این ایرانیه، اون عربه. ایرانیه داره میگه چی؟ بس واحد. حالا متاسفانه تو خیلی از خانواده‌های ایران، حالا اینا که البته تازه ازدواج کردن، اوایل یه بچه داره مثلا بس واحد، فقط یه دونه. ونتی، حالا تو شما چطور؟ شکت جهالج. شکت داشتین جلسه قبل. شکت عمرک چند سالته؟ شکت جهالج. ببینید جهال از جاهل، جمع جاهله. یعنی چی؟ شکت جهال یعنی نادان های توی خانو چند تا؟ خب نه. ببین موقعیت رو ببینید. تو موقعیت دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ چند طفل عندك؟ آقا چند تا بچه داری؟ میگه بس واحد، من یه دونه. خب اینجا قطعا میپرسه شما چی؟ شما چند تا بچه داری؟ پس جهال توی لهجه عراقی خب معنی بچه است، ولی بچهای ریزه میزه رو میگن. درست شد؟ بزرگتر بشه اولاد. حالا مدل های دیگه شون میبینیم. ببینید اینجا میدونید معنیش چطوریه؟ چرا برای بچه میگن جهال؟ یعنی جاهلن؟ یعنی دیدین مثلا قدیما خیلی تو خانواده قدیمی و توی سیستم قدیم مثلا به خانم میگفتن چی؟ ضعیفه. یعنی در برابر مرد قدرت اون قد نداشت، میگفتن ضعیفه. خانم اون قدیم بود. اینم تو فرهنگ عراقی هم همینطوره. یعنی شما وقتی وارد فرهنگشون بشین میبینین که بعضی از بخشای فرهنگشون دقیقا مثلا 40 سال قبل ایرانه. جهالج. حتی همشون نمیگن، بیشتر مثلا مناطق جنوبی روستایی ها، ولی من خود کربلا و از خود کربلا یا نجفی هم شنیدم. حالا معادل های دیگه ای هم داره، البته بیشتر برای بچه های ریزه میزه. مثلا نگاه کنین توی بین هزاره ها یا فارس زبان های افغانستان بچه را میگن چوچه، همون جوجه ای که ما میگیم جوجه به بچه میگن چوچه، حالا با چه میگن. یا مثلا توی لرستان به بچه میگن کر، همون کر ما میگیم تو مثلا ببخشید کر خر، بچه اولاغ که کر استفاده میکنن. تو کر کینی اینطور میگی مثلا. خب بعد گفته چی؟ 5. حالا 5 تا این بچه داره. اگه 4 تا بود میگفت چی؟ 4. 3 تا بود 3. یه تمرین بکنیم. 10 9 8 7 6 5. خب
حالا یه سری معادل ها اینجا هست، ببینید چی هست با هم یکم مرورشون کنیم. گفته چی؟ چند طفل عدج. میتونست بگه عدج چند طفل. ببینید زبان عربی هم مثل زبان فارسی لغزانه بخشای واژگانیش، یعنی تو فارسی دیدین چند تا بچه داری؟ بچه چند تا داری؟ میشه دیگه حرکت که مثل انگلیسی فیکس نیست. حالا میتونه بس بگه شکت طفل عدج یا چند ابنی عدج، چند ولد عدج، چند تا دختر داری، چند تا پسر داری. بعد اونجا گفته وانتیش که جحالج، تو بچه ها چند تا، وانتیش که اولادج، وانتیش که اطفالج. درست شد؟ خب این هم مال این قسمت. پس ما 2 مکالمه خیلی مهم یاد گرفتیم. 2 مکالمه مهم. من متن رو میبندم که شما یادتون بیاد. چی بود؟ متزوج یا متزوج. برای خانم متزوجه یا متزوجه. حالا یا آقا میگه آره من متأهلم. آنی متزوج. نه نیستم. لا آنی مو متزوجه. بعد سوال برسه بچه داری یا نه؟ عدک اولا. اگه خانم بود عدک اولا. پسر عدک ولد. دختر ابنیه عدک ابنیه. دختر داری پسر داری. خب بعد تعدادش چند طفل عدک یا چند طفل عدک یا اشکل اولادک، اشکل اولادک، اشکل جحالک. حالا شما کلمه جحال خیلی استفاده نکنید. و تا اینجا درست شد؟ بس واحد. کلمه بس واحد. مثلا شما فرض کنید تو خود با عراقی که گفتگو می‌کنید، مثلا خب به شما یه چیزی بده، فرض کن مثال یه جایی که توضیح میکنه ماده غذایی ها، شما میخوای بگی یه دونه میخوام، بس واحد. درست شد؟ از همین استفاده کنیم. خب این هم مال این قسمت. بریم سراغ اینها. توی این جلسه ما یک ساختار را کار میکنیم زبان عربی، با کدگذاری حفظش میکنیم و بعد انشالله میریم جلسه بعد که بتونیم از این استفاده کنیم. مثل کلمه مو که جلسه قبل آخر جلسه کار کردیم، توی این جلسه تو مکالمه استفاده شد. خب ضمیر اشاره به نزدیک، یا بهتره بگیم اسم اشاره به نزدیک. این ما ضمیر رو یاد گرفتیم. هو یعنی او، هی هوی خانم، آنی من، انت توی آقا، انتی توی خانم. خب بحث اشاره چیه؟ همین که تو فارسی میگیم این، اون، اینا. یه نکته اینجا هست، زبان عربی زبان جنسیت دیگه. پس همینطور که اوی مرد با اوی زن فرق میذاره، توی مرد و توی زن فرق میذاره، پس اینم اینا اونم فرق میذاره. حالا میریم میبینیم. خب ببینید اینجا فقط کلمه آموزش دهنده یه جمله است. این آقا میگه چی؟ هذا رجال. هذا همون هذایی که توی فصیحه. البته تو بعضی وقتا من دیدم به این شکل هم نوشته میشه، یعنی هذا روی بعد از ه یه دونه الف میذارم، همونطور که خونده میشه هذا رجال از همون کلمه رجل میاد. خب یعنی چی؟ هذا رجال، این آقا، ایشون یا این مرده. هذا رجال. گفتیم کلمه است، یعنی ما تو فارسی میگیم این مرد است و بعضی وقت است کوچیکش میگیم این مرده. تو عربی ما نداریم است را. جمله اسنادیه. هذا رجال. حالا برای خانم میگه چی؟ های مرا. چی؟ ببین هذا رو تو مدرسه یاد گرفته بودیم. برای خانم گفتیم هذهی برای مؤنث، ولی تو عراق میشه های مرا چیه؟ همون مرأة. المرأة ریحانه ولیست بقهر. المرأة یعنی خانم. حالا تو لهجه عراقی شده چی؟ مرا. یعنی بعضی وقتا اینم یاد بگیریم.
کلماتی که تشدید دارن تو لهجه ها میتونن تشدیدشون بیفتن برای اینکه راحت‌تر بتونی بگی. های مرا. خب بذار من اینجا یه چیزی یادتون بدم. مثلا کتاب مذکره دیگه، چون که تاش آخرش تی گرد نیست. حالا میخوام بگیم کتابه، میگیم چی؟ هذا کتاب. حالا مجله آخرش تی گرد داره، خب مؤنثه این میشه چی؟ های مجله. پس ببینید اینجا هذا رجال، های مرا، هذه شد، هذا های. خب حالا جمع. این آقا میگه چی؟ ذوله زلم. ذوله چیه؟ همون هاولا هستا. هاولا فصیح تو ایران شده ذوله. زلم چیه؟ تو عربی فصیح میگیم رجال، ولی تو عراقی میشه چی؟ زلم. اینه چرا اینطوریه؟ پس یه چیز نکته مهمه اینجا خدمتتون عرض کنم. ببینین لهجه ها عمدتاً کدوم کلمات رو دستخوش تغییرات میکنن؟ کلمات که خیلی پرکار بردن. ببین این، اون، مرد، مردا، زن، این کلمات چون که از بس داریم ازش استفاده میکنه یه کارش کنه راحت تر بشه. مثل اینکه شما مثلا تو ابزاراتون صندلی ماشین رو خب خیلی ازش استفاده میکنید. خب فرض کن اومده اون شرکت تولید کننده مشمعی هم روش کشیده، نمیدونم بعضی جاهاش بس زده، ولی شما اینو راحتش کنید، اون مشمع رو میکنی میندازی دور، نمیدونم یه سری وسایل حتی خودت اضافه میکنی، چیزی کم میکنی که راحت تر بشی، چون که زیاد باش کار داری. ولی مثلا یه برچسبی یه جا زده، یه چراغی توی صندوق عقبتون زده، این خیلی کار ازش شما نمیکشین، زیاد باش کار ندارین، شما تغییرش نمیدی. علت تغییرات بنیادی توی این کلمات همینه. حالا یه چیز دیگه هم که هست، مثلا عراق که خب قدیما که عرب نبودن که، عراق این فرهنگ و تمدن خیلی قدیمی داره. فینیقی ها تو هزاران سال پیش اونجا خط اختراع میکنن، بعد به واسطه اسلام عربی میاد توی سرزمین عراق. از اون طرف عراق با ترکیه چند سال مستعمره عثمانی ها بوده، بعد انگلیس ها میان اشغالش میکنن. خب استعمار باز آمریکایی ها اومدن و خیلی وقتا جزء ایران بوده. شما میدین مدائن مثلا اون تاق کسرا خب تو مدائنه، خیلی وقتا این بخش عراق دست ایران بوده. جغرافیایی که اینطوری میشه، واژه‌های مختلف از زبان‌های مختلف توی اون سرازیر میشه. و مثلا زلم من نمیدونم، ولی باید ریشه یابی کنیم، میبینیم بعضی وقتا اصلا واژه عربی نیست. زلم. این زال مثل همون سه نقطه است. هر وقت دیدینش نوک زبونتون رو بدید، دندوناتون ببینید. زلم اینا مردن. حالا برای خانم چی میگه؟ ذنی نسوان. توی فصلی میگیم ها اولائه نساء شده چی؟ نساء شده نسوان. ذنی نسوان. خب این هم متوجه شدیم؟ یه سوال، پس چرا مثنا نیست؟ توی عربی فصیح هازا، هازهی، هازانه، هاتانه، هاولائه اینا رو داشتیم. یک خبر خوب، توی لهجه عراقی اصلا نه صرف فعل مثنا هست نه ضمایر مثنا استفاده نمی کنن. این هم فقط مختص لهجه عراقی نیست، تو خیلی از لهجه‌های عربی اینطوره، خیلی به کار نمیاد. مثل خودمون فارسی میگیم یکی، خیلی، مفرد، جمع. پس حفظ کنیم هذا، های، ذولا، ذنی. درست شد؟ اشاره به نزدیک جمع مرد و زن اولش ذ هست. ذولا، ذنی نسون. بعد نگاه کنید ذنی مثل زن دیگه، ذنی. این ذولا مثل کلمه دولته. ذولا بیشتر مردا دولت داری میکنن دیگه، ذولا، برای که بتونی حفظش کنی. خب های چجوری حفظ کنی؟ های مثلا میگم اون خانم های میخندید، های، هذا های، ذولا ذنی.
خب اینو یاد گرفتیم. حالا این برای اشاره به دور چی میشه؟ میگه چی؟ ذاک رجال. این ذاک همون ذالک بوده. ذالک. ذاک رجال. برای خانم چی میگه؟ ذیچ مرا. ذیچ چی بوده؟ تلک بوده. یادتون هست این ذ مال زنا بود. زنی. ذالک بعد برای خانم میشه تلک. این کافه چه شده؟ ببخشید. ذیچ مرا. ذیچ همون تلک بوده. تلکه فصیح. ذیچ توی جمع زنا بوده. ذنی نسوان. ذش اینجا اومده. ذیچ مرا. برای آقا ذولاک. ذوله شد ذولاک چون که اولایکه بوده دیگه. اولایکه فصیح اینجا شده. ذولاک ظلم. اونا مردن. و برای خانم چی میشه؟ ذنیچ. ذنی بود یادتون هست جمع برای اشاره به نزدیک. حالا دور حتما که داره. نگاه کنید ذالک تلک اولایک. حالا این دقیقاً که توش هست. تو اولی ذاک برای خانم که به چه تبدیل شده؟ ذیچ برای آقایان. ذولاک. ذنیچ دوباره برای خانم تبدیل شده به چه؟ ذنیچ نسوان. ما با همین 8 کلمه یعنی هذا، های، ذولا، ذنی، ذاک، ذنیچ، ذیچ، ذولا و ذنیچ میتونیم با همین 8 کلمه الان خیلی کار انجام بدیم. ما شغلا رو یاد گرفتیم دیگه. مثلا یکی مهندس اینجا وایساده نزدیکمون میگیم چی؟ هذا مهندس. درسته؟ حالا اگه خانم بود شما بگیم ببینم. اگه خانم بود شما بگی. پس اگه آقا بود هذا مهندس. هذا مهندس. اگه خانم بود های مهندس. های مهندس. حالا اگه های مهندس اگه ازمون دور بود چی؟ آقا بود دور بود. من اینا رو بیارمش اینجا که اگه دور بود میگیم چی؟ ذاک مهندس. ذاک مهندس. اگه خانم بود ذیچ. ذیچ مهندس. ذیچ مهندس. خب جمع هم بهتون یاد بدم. یادتون هست برای عددا میگفتیم 20 برای 20 چه؟ یه این میذاشتیم آخرش. همین مهندس جمعش میشه چی؟ مهندسین. مهندسین. معلمین. ایرانی جمعش چی؟ ایرانیین. ایرانیین. برای خانوما چی؟ یه دعایی هست میخونیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. همین کدش تو همینه. یه آت میذاری آخرش. مثلا مهندسه یعنی خانم مهندس. حالا جمعش چی؟ خانم مهندس ها میشه چی؟ مهندسات. ایرانیه یعنی خانم ایرانی. ایرانیه خانم ایرانی. حالا اگه جمع باشه خانم ایرانی ایرانیات. البته ما جمع مکسر تو عربی داریم ما. خب مثلا موکب جمعش به چی؟ دیگه نمیگم موکبین میگم مواکب. حالا اینا رو یواش یواش یاد میگیریم. جمع مکسر هم داریم که بیشتر برای اشیاء ولی برای خانم ها عمدتاً آت، برای آقایون عمدتاً این. اینم تا اینجا. حالا من یه جمع بندی بکنم و بریم سراغ قسمت گفتگو. تو این جلسه چی یاد گرفتیم؟ چطوری بپرسیم طرف متأهله یا نه. حالا بعضی وقتا مثلا خانمایی که دنبال همسر برای داداشاشون پسراشون میگردن، خوبه دخترها رو که میبینن مثلا ببینن به خانم میگیم چی؟ متزوجه لمو متزوجه، که اگر ازدواج کرده بی خیالش بشن. متزوجه لمو متزوجه. آقا بود متزوج لمو متزوج. خب بعضی وقتا آقایون عراقی مثلا این افراد دختر دارن، بعضی وقتا نقشه میکشن
ببینن خب این که ازدواج نکرده ببینن میتونن داماد خونشون بکنن. متزوج و متزوج. اگه آری ای، اگه نه لا. خب و بعد تعداد بچه ها عدک، اصلا بچه داری عدک اولاد، خانم بود عدک اولاد. حالا چند تا؟ چند طفل عدک؟ چند طفل عدک برای خانم. بعد عدد میدی و اشاره به نزدیک و دورم یاد گرفتیم. مفرد و جمع داریم. مفرد برای زن و مرد، جمع برای زن ها و مردها. هذا های، ذولا ذولا ذیچ ذنی و ذنی. و برای اشاره به دور ذاک ذیچ ذولاک ذنیچ. این هم ماله این. و جمع هم یاد گرفتیم که مؤمنین مؤمنات، مهندسین مهندسات. اینجا رسیدیم به آخر این درس.